مسند امام احمد رحمت الله علیه حدیث 337 و جلد 4 این را آورده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی در روز 3 بار صبح و 3 بار شام بگوید رضیت بالله رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسولا، به الله حق است که او را در روز قیامت راضی بسازه. دعا معنایش هست راضی هستم به این که الله پروردگار من هست، راضی هستم به این که اسلام دینی من هست و راضی هستم به این که محمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول من هست. از ظالم این دعا خیلی آسانه و رسول الله صلی الله علیه و سلم این را بر ما آموخته که هر روز باید این را تکرار بکنیم. ما می توانیم این را در صبح و شام تکرار بکنیم 3 بار، زیاد نه، 10 بار نه، 15 بار نه، 30 بار نه، فقط 3 بار، 3 بار صبح و 3 بار شام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کس این دعا را در روز 3 بار صبح و 3 بار شام تکرار بکند به الله حق است که او را در روز قیامت راضی بکنه. آیا نمیخواهید در روز قیامت را الله راضی بکنه؟ هر کدام ما میخواهیم. پس این دعا را یاد بکنید و صبح و شام اصلا فراموش نشه و 3 بار تکرار بکنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.